بچه‌ها، امروز میخوایم بریم آنباکسینگ مکبوک ایر M2. البته بیس مدلش نیست، 512 SSDش و 16 رمش. First impression خیلی نازک و خوبه، دوست دارم، حس خوبی میده. داخل جعبه امسال سیم همرنگ خود بدنه لپتاپ واسهتون میدن. لپتاپی که انتخاب کردم نقره‌ایه، رنگ کلاسیکش که من دوست دارم. سیمش هم انتهاش نقره‌ای، خود سیمش هم همینطور و منوال و شارژر. چیز دیگه ای داخل جعبه نیست. بار اول که بازش میکنید خودش شروع لود شده. Main language. Press the return key. If you know how to use VoiceOver, press Command F5. یکی از دلایل اصلی انتخاب این لپتاپ سایز 13 اینچی و وزن 1 کیلو 250 گرمی اون بود که این باعث پورتبیلیتی یا قابلیت حمل خوب این لپتاپ میشه. صفحه نمایش رتینا با رزولوشن بالا و ماجیک کیبورد بی صدا که حس راحت و خوبی موقع کار کردن داره. و البته تاچ آیدی که خیلی سریع و سکیوره. در سمت چپ مگسیف برای شارژ و 2 تا پورت تاندربولت یا همون USB-C داریم و در سمت راست هدفون جک. معمولا برای کارهای روزمره این تعداد پورت کافیه، ولی اگه به پورت های دیگه ای مثل HDMI یا USB نیاز دارید باید به فکر تهیه یه USB هاب باشید. این لپتاپ فن نداره و در نتیجه فوق‌العاده بی صداست. پردازنده M2 این لپتاپ قدرت خودش رو توی کار با نرم افزارهای سنگینی مثل فاینال کات پرو به رخ میکشه. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید و اونو با لایک و سابسکرایب نشون بدید.